به نام خدا. جلسه فصل برش، فصل خیلی خیلی مهمیه. در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد صفحه رو الان همه میبینن، صفحه پاورپوینت رو. بله مرسی. فقط خواهش میکنم ببینید، ما این جلسه رو مجازی کردیم چون گفتید امتحان میان ترم داریم. حالا خواهشی که دارم اینه که دیگه این کمتر 1 ساعت 45 دقیقه تمامش میکنیم دیگه. این 45 دقیقه رو خواهشاً گوش بدید، چون اگه الان اینجا بفهمید، جایی هم اگه مشکل داشته باشید همینجا میپرسید و کلی جلو میافتید. خب تا الان فصل 1 و 2 نیروی محوری و تنش نرمال داشتیم. فصل 4 لنگر خمشی و تنش نرمال داشتیم. بچه تا الان به این فکر کردید که چرا لنگر خمشی تنش نرمال ایجاد میکنه؟ وقتی که یک تیری دارید خمش میکنیم تبدیل میشه به این یه خود این تیر کج شده تمایل داره که صاف شه. چون تمایل داره که صاف شه باید توش نیروی اینجوری بیفته. الان اینجایی که کشیده شده تمایل داره صاف شه و اینجایی که پایینش قسمت پایین کشیده شده اینم تمایل داره صاف شه. یه سری نیروی اینجوری هم میفته. به خاطر اینه که میگیم تنش نرمالی. فصل 3 لنگر پیچشی و تنش برشی. چرا گفتیم تنش برشی؟ مثالی که زدیم یه چوب بود، گفتیم یه چوبی که خیسه، شما رفتید مثلا 13 به در بیرون میخواید آتیش روشن کنید، یک چوبی که خیسه رو هرچی با پا ضربه بزنی شکسته نمیشه. یه ذره مثلا نرم داشته باشه شکسته نمیشه. شما چیکار میکنید؟ یه طرفشو مثلا برادرتون میگیره، یه طرفش خودتون. برادرتون این سمتی میپیچونه، شما این سمتی. این چوبه بریده میشه هرچی شما بیشتر میپیچونی. اینم دلیلی بود که گفتیم تنش برشی ایجاد میکنه. فصل 6 نیروی برشی و تنش برشی رو داریم. این جمله هم دقت کنید، خواهشی که دارم اگه میشه یه برگه یه چیزی رو میزتون باشه، جلوتون باشه، یه سری نکات دیگه بنویسید، ضرر نمی‌کنید. دقیقاً دیگه الان سرعت ما میره بالاتر، چون دقیقاً عین فصل 2 3 و 4 میخوایم عین فصل 2 3 و 4 میخوایم عمل کنیم. یه تیری داریم تحت نیروی برشیه. برش چجوری تو تیر ایجاد میشد دوستان؟ یه تیری داشتیم مثلا 2 سرمفصل، اینجا یه نیروی پی داشت. ما می اومدیم تکیه‌گاه رو به دست می آوردیم و نمودار نیروی برشیشو می کشیدیم.
مثلا اینجا برشش فلان قدر بود، اینجا برشش فلان قدر بود. پس نیروی برشی در طول تیر اینجوری به دست میاد. حالا ما میخوایم مقطعمونم مثلا مستطیلیه، ما میخوایم اینجا رو ببینیم چقدر تنش داریم. اگه بیایم یه کات بزنیم میفهمیم که ما که نه نیرو محوری داریم نه لنگر داریم، پس تنش x در دی آ نداریم. برشمون هم به سمت جهت وایه، پس این مؤلفم مساوی 0 میشه. پس خواهیم داشت انتگرال تنش xy دی آ مساوی منفی v. چرا؟ چون این به سمت بالا پایینه، این به سمت بالا. چرا انتگرال؟ چون یه المان خیلی کوچیک برداشتیم و تعداد زیادی اینا رو با هم جمع کنیم. تعداد زیادی از اینها رو با هم جمع کنیم چون خیلی کوچیکه، یعنی انتگرال. اینها رو میخوام با سرعت بیشتری برم. خب این تا الان اینو فهمیدیم. ما یه چیزی توی فصل 1 داشتیم، گفتم که اگه اینو اول چی میگفتیم؟ اینو میگفتیم تنش x و y. چرا؟ چون در جهت y میشه مؤلفه دوم، عمود بر محور x میشه مؤلفه اول. گفتم که این چی میشه؟ این تنش، این میشه تنش yx که مقدارش با این برابره و علامتش منفی هم دیگه است. و علامتش منفی هم دیگه است. این یه نکته‌ای بود از فصل 1. اون موقع من میگفتم این موضوع خیلی مهمه. تنش xy تنش xy و مقدارشون هم با هم برابر بود. این یه نکته، مقدارشون هم با هم برابر بود. این خیلی مهمه، حواستون باشه. تنش xy مساوی تنش yx. خب یه نکته، تفاوت تغییر شکل ناشی از خمش خالص و برش. بچه‌ها 4 تا تیکه چوبو اینجوری بذارید رو هم. 4 تا تیکه چوبو بذارید روی هم دیگه. حواسم پرت. خب 4 تا تیکه چوبو بزنید رو هم، میخوام بفهمیم که چه تفاوتی داره. با یه نیروی پی اینجا وارد کن. این تیر تور است. اینجا اگه نیروی پی وارد کنیم قاعدتاً یک تنش برشی اینجا خواهیم داشت. اوکی. ما الان یاد گرفتیم که توی یک صفحه مثلا کوچیک اینجوری اگه اینجا تنش برشی داشته باشی اینجا هم قطعا تنش برشی داری. پس وقتی نیروی برشی وارد میکنیم چه اتفاقی میفته؟ در این جهت هم ما نیرو داریم. پس این 4 تا چوب میلغزن روی هم دیگه. به خاطر اینه که یه تیر طره. بعد یه نکته، حالا این 4 تا چوب مثلا با چسب هم وصل شدن، ولی فولاد و بتونی که یه ماده همگنه چی؟ اینا تمایل به لغزش دارن. اینا مفهومه فعلا. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی یه تیر طره بتونی داری، وقتی اینجوری نیرو بهش وارد میشه درسته خم میشه، ولی یه سری ترک اینجوری هم رخ میده. وقتی این خم میشه ترکاتون باید اینجوری باشه، ولی یه سری ترک اینجوری هم داریم. ولی اگه صرفاً یه لنگر اینجا بهش وارد شه دیگه
این تنش رو نخواهیم داشت. این یه نکته. و روی هم نمی لغزن، چون اصلا نیرو برشی نداریم که. خب حالا بریم سراغ ببینیم حالا این تنش برشیه چقدر. یه تیریو در نظر بگیرید، تیر آبیو. تا الان که واضحه و کسی سوال نداره. تیر آبی رو در نظر بگیرید، مقطعش این شکل سمت راسته. بعد یه لحظه بچه ها، خب تیر آبی رو در نظر بگیرید، مقطعش هم داده این شکله که دورش خط کشیدم. ما بیایم در نقطه C که فاصلش تا A برابر X رو یه کات بزنیم، ببینیم اینجا چه خبره. حالا اینجایی که من کات زدم، این محور X، اینم هنوز طول تیرا، اینجا رو کات زدم، ولی کل این مقطع رو نمیخوام، فقط یه تیکه بالاشو جدا کردم. اینا یه تیکه بالای مقطع رو، اینجا رو میخوام ببینم تنش توش چه مقداریه. تار خنثی من که همون مرکز سطح منه، این خطه، اینجا هم تار خنثی دارید. خب بچه ها، این قسمت رو من کات زدم به مقدار دلتا ایکس، یه دی ایکس رو ازش جدا کردم بچه ها، یه دلتا ایکس ازش جدا کردم، یه المان کوچیک. بعد علاوه بر اینکه دلتا ایکس جدا کردم، فقط این تیکه بالایی مقطع رو میخوام ببینم چه تنشی داره. این دبلیو منه. قبول دارید که اینجاها من یه سری لنگر دارم، در طول تیر من یه سری اینجاها لنگر دارم دیگه، اینجا یه لنگر، اینجا هم یه لنگر. پس این لنگرها باعث ایجاد فصل 4 تنش نرمال میکنن. حالا سمت راستم لنگرش متفاوته، پس تنشش متفاوته. پس نقطه دیو الان من رو فصل 4م، نقطه دی تنش دی دی آ و نقطه سی تنش سی دی آ. و اینجا من یه نیروی محوری دلتا اچ دارم. یا کنی هی من دارم میگم تنش برشی، ولی الان بحثم روی نیرو محوری و تنش نرماله. و این نقطه هم که برش دارم، اینا از استاتیک به دست اومده. پس یه بار دیگه از استاتیک این قطعه رو جدا کردم، دبلیو داره، این دبلیو باشه از استاتیک اینجا یه نیرو و اینجا یه نیرو برشی دارم، باش کاری ندارم فعلا. من در نقطه C یه لنگری دارم و در نقطه D هم یه لنگری دارم. خب حالا که لنگر دارم، پس چی دارم؟ تنش نرمال دارم، تنش نرمال در نقطه C و تنش نرمال در نقطه D. یه نیروی محوری هم اینجا قاعدتاً دارم. حالا میگم سیگما در جهت X مساوی 0 در جهت X. پس میشه دلتا H به اضافه دلتا C دی آ، چون دی آ پس میشه انتگرال این جهتش در نقطه دی متفاوت منهای انتگرال تنش دی دی آ مساوی 0. از فصل 4 تنش میشد MC آیوم یا MY آیوم. پس M ثابته، اما رو آوردن بیرون. دلتا H نیرو محوریه شده چی؟
این معادله. حالا این انتگرال وایدی شما رو یاد چی میندازه؟ هم استاتیک هم فصل 4 به این میگفتیم کیو مامان اول سطح. الان مگه من این یه تیکه رو در نیاوردم؟ دلتا اچ دقیقا این زیرم خواستم، پس کیو میشه کیو قسمت تیره. حالا پس جای این میذارم کیو قسمت تیره. دلتا اچ میشه چقدر؟ اینجا یه ذره رفته زودتر رفته جلو. فرمول این دلتا اچ میشه بچه این ام هم ما میتونیم یه جوری تبدیل به نیرو برش کنیم. ام هم تبدیل به نیروی برشی کردیم از استاتیک. پس این نیروی دلتا اچ در طول دی ایکس شده چقدر؟ در طول دلتا ایکس شده وی کیو آی ضرب در دلتا ایکس. من یه دلتا ایکس اینجا جدا کردم. حالا مگه من قبل این قسمت بالا رو در نظر نگرفتم؟ الان میام قسمت پایین رو در نظر بگیرم. اگه این کارو کنم بازم یه نیروی دلتا اچ دارم، یه نیروی دلتا اچ. این وقتی این بالا رو گرفته بودم دلتا اچ به سمت راست بود. الان اینه که مجموع کیو این قسمت که الان تیره نیست و کیو این قسمت با هم برابره، ولی از نظر علامت بعضی جاهاش با هم متفاوت میشه، به خاطر اون جمعشون با هم صفر میشه. کیو چه زمانی حد اکثر میشه؟ فرمول کیو اصلا چی بود؟ بریم سراغ فرمول کیو از فصل 4. این نوترال اکسس بود. کیو این قسمت چی میشد؟ میگفتم بیا مساحتشو به دست بیار ضرب در وای بارش کن. مثلا اگه این 4 بود 40 بود اینجا 5 بود، بیا بگو کیو میشه و فاصله تا نوترال اکسس هم 22.5 بود، بیا بگو کیو میشه 40 ضرب در 5. وای بارش چقدر میشه؟ از مرکز تا اینجا میشه 2.5، 22.5 منهای 2.5 میشه 20. این میشه کیو این قسمت. حالا دقیقاً کیو این قسمت پایین چقدر میشه؟ اینجا هم 5 باشه، این دوباره میشه 40 ضرب در 5، اینم باشه 22.5. این سری این میشه منفی 20. 22.5 منهای 2.5 این سری میشه منفی 20. به خاطر اینه که میگیم کیو این پایین منفیه. سوال نداره؟ تا الان فقط مفهوم گفتم و کیو. الان میخوام برم دیگه سراغ فرمولش. اگه فهمیدید یه مثبت بذارید. همین که کیو هم فهمیده باشید کافیه ها. خب حالا این معادله رو مگه فقط برای یه دلتا ایکس یه جزء کوچیک نگفتیم؟ حالا اگه بیایم تعمیمش بدیم به طول تیر، یه مفهومی داریم به اسم کیو که این میشه دلتای شخصی برای دلتا ایکس وی کیو آی. کیو چیه؟
شار جریان. به کیو میگیم شار جریان. اینجا رو باید بنویسید. کیو میشه شار جریان. شار برق بود توی فیزیک دوره 11. این از اون نشأت گرفته. این شبیه اونه که چی بهش میگیم؟ برش افقی بر واحد طول. پس کیو واحدش چیه؟ ادامه. این بس شد که بریم برای یه مثال ببینیم چیه. بریم برای یه مثال کتابه. گفته که یه تیری 3 تا قطعه با هم یه جور چفت شده، 20 در 100 میلیمتر فاصله این، ببینید این تیر منه، این تیر منه مثلا 2 سرمفصله، مقطعش اینه، این طول تیرمه، این مقطعشه. بعد گفته که اینجا اگه شما یه دونه پیچ داری 25 میلیمتر جلوتر هم یه دونه پیچ، 25 میلیمتر جلوتر یه دونه، 25 میلیمتر جلوتر یه دونه، اسپیسینگشو داده. و وی مثلا در این نقطه من تنشو بخوام 500 نیوتن وارد شده. تعیین کنید نیروی برشی هر نیل رو. خب میام میگم چی؟ نیل من کجاه؟ اینجاه. پس من باید بیام شار جریان این قسمت رو به دست بیارم. شار جریان این قسمت رو به دست بیارم. گفت مگه این قسمت همین یه نقطه نیست؟ پس گفتم یه خط بکش، اول بیا نوترال اکسس رو به دست بیار. چون تقارن داره مرکز سطحش وسطه، پس نوترال اکسسمون میشه وسط. پس نوترال اکسس فاصلش تا لبه بالا میشه 70. کیو چقدر میشه؟ بیا گفتم بالاشو حساب کن. کیو چقدر میشه اینجا؟ مساحت 100 ضرب داره 20 ضرب داره وای بار مرکزش تا اینجا چقدر میشه؟ کلش 70 باشه منهای 10 60. چقدر شده؟ 120 ضرب در 10 به توان منفی 6 متر مکعب. بچه‌ها اینجور سوالا رو بیاید میلیمتری بنویسید. میلیمتری بنویسید. این آیم میلیمتری به دست میاد، وی هم نیوتونه، بعد نیوتن بر میلیمتر میشه دیگه آخر. این منفی و اینا رو نداشته باشید. مومان اینرسی هم بیاید به دست بیارید. این میشه جسم. مومان اینرسی برای کل جسم 1 2 3 برای 1/12 عرض چقدر؟ 100 ضرب در 20 به توان 3. این حول اینه، اینو الان اینجا گفتم، به اضافه 100 ضرب در 20 مساحت عادی 2. دیش چقدر؟ 60 به توان 2. این با هم یکسانه، پس یه ضرب در 2 میکنیم، به اضافه 1/12 20 ضرب در 100 به توان 3. مومان اینرسی هم به دست آوردید. حالا شار جریان چی میشه؟ وی کیو آی. وی که 500 کیو دارم، آیم دارم، پس شار جریانم اینه. حالا به من نگفته شار، گفته که نیرو توی هر نیل چقدره. نیرو تو هر نیل چقدر میشه؟ نکته مهم برای به دست آوردن نیروی برش در اتصال باید شار جریان را در فاصله آنها که من با اینشون میدم باید ضرب کنیم. فاصله چقدر؟ 25 میلیمتر ضرب در کیو. پس این میشه نیرو. کسی از نفهمیده باشه که دقت کنید بچه. من اینجا نیلم اینجا بوده، یه خط کشیدم کیوش رو نسبت به نوترال اکسس به دست آوردم. کیو هم که میشه آ وای بار. بعد گفتم که مومان اینرسی هم که تازه امتحان دادید بلدید، وی کیو آی. این هم یه نکته از حالا داشته باشید.
جلوترم کامل کار میکنیم وسایل اتصال. کسی از نفهمیده باشه دوستان خواهشاً، درست فردا امتحان زمین شناسی دارید ولی الان دیگه زمین شناسی نخونید لطفاً. تا الان هی میگفتیم شار جریان، از الان میخوایم بریم و حالا تنشه رو به دست بیاریم. تنش برشی ناشی از نیروی برشی در تیرها. سریع میرم سراغ فرمول V Q I B. یعنی چی؟ V که مشخصه، I که مشخصه. هی داری میگی چی؟ اینجا این مقطعته. هی تو میگی بیا وقتی این نقطه رو میخوای اینجا رو یه خط بکش. مگه من این نقطه رو نمیخوام؟ پس چرا خط بکشم؟ بهتون الان میگم. این مقطع این طول تیره بچه‌ها. وقتی من برای این نقطه رو میخوام تنش اینجوری میاد رو به پایین، اینجوری میاد رو به پایین. پس وقتی که این نقطه رو میخوام باید پس تنش این نقطه با این خط، با تمام این نقاط روی خط برابره. اینم یه نکته. در جایی که یه نکته دیگه قبل این، خب به نظر شما در جایی که Q حد اکثر است تنش نیز حد اکثر است؟ شما دو عزیز برادر، آقای بهرانی و آقای کاظمی، کلاس الان یه ربع دیگه تموم میشه. ما مجازی کردیم که شما راحت تر باشید. آقای کاظمی ساعت 1 که وقت کلاس اومدن نیستشی. فهمیدی آقای کاظمی؟ دیگه ما ای با شما را میایم مجازی که واقعا بر من سخت‌تره. سر کلاس رو تخته قشنگ توضیح میدم و راحت ترم هستم. ولی خب مجازی اینجوری هی باید برگردی ببین این میفهمه اون نمیفهمه، کی هست کی نیست. دیگه شما هم با ما این جلسه های آخر رو را بیاید. فهمیدی آقای کاظمی؟ بله. آقای بهرانی شما هم فهمیدید. پس شما دو نفری که تازه اومدید تنش میشه ناشی از نیروی برشی V به روی آی نوترال اکسس مومن اینرسی رو به دست میارید. ضرب داره Q به روی B. مثلا تنش این نقطه رو میخوای باید بیا یه خط بکشی Q این بالا رو حساب کنی. B هم که میشه عرض اون نقطه ای که میخوام. حالا در جایی که Q حد اکثر است آیا تنش حد اکثر است؟ به نظر شما باید ببینی عرض چقدره. بعضی جاها شاید کیوش زیاد باشه ولی عرضش هم زیاد باشه. باید بیای ببینی کیو به روی بی کجا حد اکثره، چون وی و آی ثابتن. تنش های برشی اینا رو بدش. در امتداد لبه بالا و لبه پایین تنش صفره. چرا؟ چون کیو بالاش صفره. چون لبه بالا و پایین صفره. این مقطع تیره. الان این مقطع
این نقطه رو بخوام، تنش این نقطه رو بخوام، یه خط میکشم، کیو اینجا رو حساب میکنم. کیو اینجا رو حساب میکنم. گفتم تنش اینجوری میاد به سمت پایین، اینجوری میاد به سمت پایین. حالا من دارم بد میکشم، اینجوری میاد به سمت پایین. پس تنش اینجا رو، اینم که میشه ارزش، ارز اون قسمتی که میخوام. حالا اگه به ما بگن این زیاد مهم نیست، برای خودتون داشته باشید، تو کتاب نیست، نکته تستیه. نیروی اعمال شده به اینجای مقطع، میام میگم چی؟ وی کل به روی آی انتگرال کیو وای دی وای. این نکته تستیه، این زیاد مهم نیست. بریم برای شکل‌های خاص. مستطیل. برای مستطیل لبه بالا و پایین صفر، لبه بالا و پایین صفره. این از بالا تنش میاد پایین تا وسط، وسطش چون نوترال اکسسش هم وسطه و بیشترین کیو داره، این وسطش میشه ماکسیموم. تنش ماکسیموم چی میشه؟ 3/2 وی به روی آ. 3/2 وی به روی آ. بچه ها وی به روی آ شما رو یاد چی مینداخت؟ فصل 1 یادتون از تنش برشی فرمولش وی به روی آ بود دیگه، ناشی از نیروی محوری. پس اینو رفتیم ما حساب کردیم تو کتاب. تنش ماکس مستطیل میشه 3/2 وی به روی مساحت و ماکسیمومش روی نوترال اکسسه، بالا و پایینش هم صفره. سایر مقاطع دایره بالا و پایین صفر. توزیع تنش رو نگاه، اینجوری به سمت پایین داره میره. 0 ماکسیموم روی نوترال اکسس. 4/3 ماکسیموم میشه چقدر؟ 4/3 تنش میانگین. تنش میانگین همون وی به روی آه. 4/3 وی به روی آ. مثلث درست نوترال اکسسش اینجاه ولی ماکسیمومش توی وسط H2 و برابر 3/2 وی به روی آر. این چرا اینجوری شده به نظر شما؟ چون اینجا کیو نوترال اکسس درسته کیو بیشتری داره ولی بی بیشتری هم داره، پس ماکسیموم میشه روی H2. این چی؟ لوزی. نوترال اکسس وسطه اما ماکسیموم میشه اینجا و اینجا. 0 حالا لوزی هم بچه همه اینا رو میتونید حساب کنید. بیای بگی که الان توی لوزی توی کتابتون یه مثال هست، اونو برید حل کنید. میاد میگه که شما اینجا رو بگیر وای، تنش میشه چقدر؟ وی به روی آی کیو تقسیم بر بی. این اگه وای باشه این بی میشه بی وای با استفاده از تالس. بعد باید بیای مشتق بگیری ببینی ماکسیمومش کجا. این مثال لوزی رو برید خودتون حل کنید. یه مثال گفته که تنش برشی حداکثر رو بیابید. این 40 40 40 40 40 40. کجا صفره؟ اینجا و اینجا. نوترال اکسسش کجاست؟ مثال خیلی مهمی ها. نوترال اکسسش وسطه. پس ماکسیموم همشه نوترال اکسس دیگه، درسته؟ نه درست نیست. فرمول چی بود؟ تنش میشه V به روی آی نوترال اکسس ضرب در Q به روی B.
تنش ماکسیموم کیو به روی بی ماکسیموم رو میخواد. پس من باید برم کیو به روی بی ماکسیموم. احتمال ماکسیموم بودن اینجا هست ولی یه جا دیگه هم بیش کمه، اینجا. بیام اینجا رو هم حساب کنم ببینم. اینجا بیش کمه دیگه، اینجا رو هم برم حساب کنم ببینم کیو به روی الان کیو نوترال اکسس چقدر میشه. کل اینجا حسابه چقدر میشه. این 40 باشه فاصله نوترال اکسس تا اینجا میشه 20. پس مساحت این چقدر میشه 60 ضرب در 40 ضرب در وای بار چقدر میشه. این 60 باشه وای بار چقدر میشه 30 ضرب در 2 چون این و این با هم برابره. به اضافه این چقدر میشه 20 ضرب در 40 ضرب در این 20 باشه وای بارش چقدر میشه 10. بیش چقدر میشه؟ بی نوترال اکسس چقدره؟ 120. 3 تا 40 تا 120. پس اینو تقسیم بر این کنی، اینو این بده بمونه 3 میشه. حالا کیو اینجا هم بریم حساب کنیم. اینجا کیوش چقدر میشه؟ فقط اینجا باید بیای فقط این تیکه رو حساب کنی. کیوش چقدر میشه 40 ضرب در 40 ضرب در این 40 باشه وای بارش تا اینجا میشه 20. 20 به اضافه 20 اینم میشه 40. وای بارش مهم بودا، اینجا وسط میشه مرکز سطحش. پس وسطش میشه 20 تا اینجا، اینم 20 این 40. بی چقدر میشه؟ بی چقدر میشه؟ فقط این یه تیکه رو بذار چقدر میشه 40. پس کیو به روی بی این میشه 1600. کیو به روی بی این چقدر میشه؟ این 3 باشه این 10 این حدوداً 6 و 6 دهم. پس این چقدر میشه 20. این میشه 1200 به اضافه اینو اگه میشه یه زحمت بکشید حساب کنید. اینو اگه میشه کیو نوترال اکسس رو حساب کنید چقدر میشه 60 ضرب در 40 ضرب در 60 به اضافه 20 ضرب در 40 ضرب در 10. این چقدر میشه آقای یکی حساب؟ سوالی که پرسیدی چی بود آقای بیجاری؟ اونایی که حساب کنه تا آقای بیجاری سوالشو بپرسه. نمیخواد خودم حساب کردم. 60 ضرب در 40 ضرب در 60 به اضافه 20 ضرب در 10 ضرب در 40 میشه 152,000. ارزش چقدره 120 تقسیم بر 120 میشه 1266. کدوم بیشتره بچه ها؟ این بیشتره. پس تنش ماکسیموم میشه اینجا. ببینید ارز چه تأثیری گذاشت. تنش ماکسیموم میشه اینجا. برای این نقطه آقا مگه شما نگفتی همیشه یه خط بکش؟ چرا میتونید یه خط هم بکشید به جاش بیای کیو این و اینو حساب کنی. خب چقدر میشه کیو این و این؟ میشه 2 تا 40 ضرب در 40 ضرب در 40 چون این و اینم با هم برابره دیگه. به جای بی هم بیای بگی چی 2 تا 40 هیچ فرقی با هم نداره. در هر صورت میشه 1600. کسی از نفهمیده باشه اینو قشنگ نگاه کنید بچه. فرموله کیو حساب کردن. کیو من تو استاتیکم گفته بودم کیو چون بسته به کیو و بی تغییر میکنه. بله
به خاطر ایناست که خطی نیست. خیلی راحته ها. حالا تیر آی شکل رو نگاه کنید. تیر آی شکل رو بگم نگاه کنید. کسی سوال نداره ببینم؟ آقای پوریا عزیزی. چرا مثبت نمیذاری؟ نفهمیدی مگه؟ نفهمیدی؟ ایشالله که بفهمی. خب دیگه کسی سوال نداره؟ خب تیر آی شکل. تیر آی شکل اگه من اینجا رو بخوام حساب کنم، کیو چقدر میشه؟ کیو اینجا رو باید بیام بگیرم. پس کیوش میشه مساحت اینجا که ثابته ضرب در وای بار. پس این توی بال خطیه. توی بال خطیه. چرا؟ چون فقط داره مساحت تغییر میکنه. وای بار همواره ثابته. ولی توی جان به این میگیم جان، به این میگیم جان. ولی توی جان علاوه بر اینکه مساحت داره تغییر میکنه، نکته‌ای که آقای بیجاری گفت، وای بار هم داره تغییر میکنه. نکن وقتی اینجا رو من بخوام وای بارش میشه انقدر، مثلا اینجا رو اگه بخوام بازم وای بارش تغییر میکنه، ولی توی بال همواره وای بارش انقدر بود. تیر آیشه. حالا برمیگردیم آیشه تو امتحان معمولا میاد. مقاطع جدار نازک و اینا تو کتاب نیست، ولی من اومدم نکته نکتهش کردم. این خلاصه کتاب اومدم نکته نکته کردم. دیگه باباش اومده تو کلاس هول کرده. و سر کلاس بودی دیگه، چیه مگه؟ چیکار داشتی میکردی مگه که هول کردی؟ سر کلاس مجازیه دیگه. خب حالا دیگه زیاد وارد حاشیه نشید. مقاطع جدار نازک تیپ 1 مقاطعی که محور برش، یعنی این من بد کشیدم، و محور تقارن با هم یکی باشن. اینم الان محور تقارن شدیم. اگه اینجوری باشه در لبه ها تنش برشی صفره. آی شکل هم همینه دیگه. محور برش و محور تقارن با هم برابر. گفته در لبه ها تنش برشی صفر. لبه صفر. خیلی این مهمه. اینه که تو امتحان میاد بچه ها. روی محور برش در صورت عدم جدار قائم تنش برشی صفره. یعنی چی؟ یعنی روی محور برش، یعنی این نقطه. در صورت عدم جدار قائم یعنی که زیر این هیچی نباشه. زیر این هیچی نیست، پس این صفره. ولی زیر این یه المان قائم هست، پس این صفر نیست. چرا اینجا لبه ها صفر؟ چون اصلا لبه نداره. لبه الان فقط این و این داره، این لبه نداره، همش به هم وصله. تنش برشی حد اکثر در جایی روی محور خنثی است اگر ضخامت ها یکسان باشه. یعنی ضخامت این اگه
پنجه اینجا دوه دیگه نمیتونی بگی روی تار خنثی. چرا؟ چون اینجا ضخامت تاثیر داره. باید بیای اینجا هم حساب کنی، چیزی که تو امتحان پارسال اومده بود. مرکز برش در جای روی محور تقارن است. مرکز برش رو توضیح میدم. برای محاسبه ممان استاتیک از نزدیکترین صفر یا صفرها شروع میکنیم. یعنی چی؟ من میخوام تنش اینو حساب کنم. میاد میگه که شما کیو رو بلد باشی دیگه، صفر اینجا، یه صفرم اینجا. میاد میگه که برای محاسبه کیوش از نزدیکترین صفر شروع کن. از نزدیکترین صفر میشه این. دیدی؟ از این باید بیای شروع کنی، کیو اینو حساب کنی، کیو این قسمت. کیو این قسمت هم چی میشه؟ یه مستطیل مساحت ضرب در وای بار به اضافه یه مستطیل اینجا کوچیکتر مساحت ضرب در وای بار. الان تو مثال میفهمید. اگر در نقطه‌ای در وسط شکل، مثلا اینجا مثلا کیو اینجا اگه صفر بشه، تو مثالا میبینیم جهت شار تغییر میکنه. بچه ها شما باید برای اینجا شار جریان رسم کنید. شار جریان باید رسم کنید. این هم هست که معمولا سر امتحان معمولا جدا نازک میاد. شار جریان رسم کردن به این صورته که شما صفرها رو در مرحله اول پیدا میکنی، بعد میای از صفر خارج میشی. اگه بالای نوترال اکسسی از صفر خارج میشی، اینجوری از صفر دور میشی و به نوترال اکسس نزدیک میشی. وقتی رفتی زیر نوترال اکسس به صفر نزدیک و در آخر وارد صفر میشی. شار جریان نکته است. حالا الان میرم توی مثال. بله، حالا میرم توی مثال. الان میفهمید فعلا فقط تیپ 1 رو گفتم. الان نگاه کن، برای حل مثال ابتدا نقاط صفر رو پیدا میکنیم و سپس شار جریان رو رسم میکنیم. اگر بالای محور خنثی باشیم یعنی کیو مثبت باشه، شار از آن لبه خارج میشه. اگر شار از دو طرف وارد یه نقطه‌ای بشه، کیو باید از، ببینید منظورش اینه، اگه شما تنش اینجا رو خواستی، اینجایی که خط کشیدم، میای میگی نزدیکترین صفر اینجا داره فقط از این بهش وارد میشه، این میشه کیو من، اینا میشه ضخامت. ولی اگه تنش در این نقطه رو خواستی، میای میگی چون فاصلش از صفر یکسانه و از دو طرف داره به این وارد میشه، اینجوری بگی دو طرف داره به این وارد میشه، عین یه چشمه ایه که داره از دو طرف به این وارد میشه و این و این داره جمع میشه وارد این میشه دیگه. پس باید بیای کیو کل اینو برای این قسمت بگیری. فعلا تیپ 1 رو گفتم، این مثال رو حل کنم و تموم. تیر نشان داده شده از دو تخته که با چسب به هم متصلن تشکیل شده. حد اکثر تنش برشی چسب برای نگه داشتن تکه. اول گفته ماکسیموم. من باید بیام در تیرم ماکسیموم برش رو به دست بیارم. چیکار میکنم؟ نمودار برش رو کیه؟ ترسیدم این دست. میکروفون تو خاموش کن آقا. تنش نمودار برش رو رسم میکنیم. چی میشه؟ از استاتیک، من دیگه نمیگم، از استاتیک اینو تبدیل میکردیم به یه نیرو در وسط، بعد لنگر میگرفتیم حول این چقدر میشه؟ این میشه 6.5. این 6.5 باشه، این میشه 6.5 ضرب در 3 چقدر میشه؟ 19.5. اینم یه نیروی دیگه میشه 26.5. حالا شما باید از اینجا شروع کنی برای رسم این. بچه‌ای که استاتیک یادشون رفته، میای میگی که
در نقطه آ 6.5 میرم بالا. هرچی به سمت راست میرم هیچ نیروی ندارم. اینجا هرچی کات بزنی سمت چپ رو نگاه کنی 6.5 رو میبینی. پس صاف میاد تا اینجا. اینجا چقدره؟ 19.5. در آخرم باید بشم 19.5. الان اینجا چون که گسترده است پس خطی میشه. خطی میام پایین تا اینجا. اینم باید بشه 19.5. اختلاف 19.5 و 6.5 چقدر میشه؟ 26.5. فاصله نکنید 26.5. این نمودار. پس ماکسیموم برش من منفی 19.5. اشتباه نکنی 26 بذاری و باید ببینید در طول تیر ماکسیموم برش چقدره. منفی 19.5. گام بعدی محاسبه مرکز سطحه. این شکلی که دارم باید بیام مرکز سطحش رو حساب کنم. اگه تقارن داشتم میفهمیدم وسطه. شکل همون شکل امتحانه. میام مبدا رو اینجا میگیرم. شکل امتحانه دیگه. اینو سرعتی تر میگم. مرکز سطح من شده 0.12 متر. یعنی چقدر؟ اینجا تا اینجا شده 120 میلیمتر مرکز سطح من. یعنی چی؟ یعنی نوترال اکسس من اینجا. مرکز سطحم میام میگم وای بار مساویه مساحت 150 ضرب در سی ضرب در فاصله تا اینجا 165 به اضافه 150 ضرب در سی ضرب در 75 تقسیم بر مساحت ها 150 ضرب در سی 150 ضرب در سی و جواب شده 120. گام بعدی مومان اینرسی. مومان اینرسی رو دیگه خیلی حرفه‌ای شدید. حول نوترال اکسس 1 2 آی 1 به اضافه آی 2 میشه مومان اینرسی. بی اچ 3/12 150 ضرب در سی به توان 3/12 به اضافه یه عادی 2. یه عادی 2 هم دارید اینجا. عادی 2 هم انجام داده. مومان اینرسی هم دیگه من زودتر رد شدم ازش. این میشه. حالا جای اصلی کار. این شکل من. این 150. این سی 150. این سی نوترال اکسس اینجا. این میشه 120. تیپ چنده؟ تیپ 1. تیپ 1 چی بود؟ گفتیم محوری که محور برش روی محور تقارن است. محور برش هم اینه. پس روی محور تقارن پس میشه تیپ 1. تو تیپ 1 گفتیم که صفرا کجاست؟ لبه ها. دیگه کجا؟ روی محور برش در صورت عدم جدار قائم. لبه هام کجاه؟ لبه ها. این دوتا لبه دارم 0. اینجا هم دارم 0. اینجا 0؟ نه. چرا؟ چون یه جدار قائم پایینش دارید. پس اینجا 0 نیست. شار و جریان رو میکشم خیلی راحت. اول شار رو بکش. از 0 خارج شو بالای نوترال اکسس. از 0 خارج شو بالای نوترال اکسس. این دوتا عین یک چشمه آب میریزن اینجا. میره پایین. حالا زیر نوترال اکسس دیگه داره وارد 0 میشه. این شد شار جریانه. حالا چسب من کجاه؟ چسب من کجاه؟ اینجاه. چسب من اتصال داده این دوتا رو به هم. پس من تنش کجا رو میخوام؟ تنش اینجا رو میخوام. میام میگم نقطه آ. تنش نقطه آ میشه وی آی نوترال اکسس کیو به روی تی. مقاطع جدار نازک رو میگیم تی به جای بی. میام میگم وی چنده؟ 19.5
ضرب در 10 به توان 3 تبدیل به نیوتن میکنم. آی چقدره؟ 27 ضرب در 10 به توان منفی 6. کیو چقدره؟ کیو نقطه آ چقدره؟ بچه‌ها مگه اینجا رو نخواستم؟ مگه از دو طرف وارد این نشده؟ پس باید برای کیو کل این بالو در نظر بگیری. از نزدیکترین صفر رو وارد این میشه. پس برای کیو باید از دو طرف وارد این بشه. چقدر میشه؟ 150 ضرب در سی مساحت ضرب در وای بار چقدر میشه؟ این 120 باشه، اون 60 باشه، 60 منهای 15 45 تقسیم بره تی چقدره؟ سی. نکنید همین کاری کرده. 180 این چقدر میشه؟ 180 تنش شده 4 × 88 نیوتن بر میلیمتر مربع. من اینو متری نوشتم. پس من باید چسبم مقاومتش از این بیشتر باشه. حالا اگه بهتون گفته بود تنش ماکسیموم حساب کن، تنش ماکسیموم حساب کنید، کاری نداره که. میام میگم ماکسیمومم اینجاه. چرا؟ چون ضخامت ها یکسانه. این بشه نقطه B. کیو بی چقدر میشه؟ کل این. چرا؟ چون وارد این شده به اضافه این یه تیکه. پس چقدر میشه؟ 150 ضرب در سی ضرب در 45. این همون چیه؟ کیو آه به اضافه این یه تیکه. این یه تیکه چقدر میشه؟ این یه تیکه سی تا اینجاه. سی ضرب داره سی ضرب داره 15. این سی باشه فاصلش تا تار خونسا مرکز صدش میشه 15 تا. این هم میشه کیو بی. حالا من تنش اینجا رو بخوام. تنش اینجا قشنگه. شما میای میگی چی؟ از نزدیکترین صفر فقط اینجا. حالا اگه من یه وقت خواستم از بالا بیام به سمت پایین، باید بیام کل کیو اینو حساب کنم، کیو اینو حساب کنم. یعنی چی؟ اگه این نقطه سی باشه یعنی کیو بی رو حساب کنم. این یه تیکه که با یه رنگ زرد میکشم هم حساب کنم. فقط مشکل چیه؟ که این یه تیکه زرد کیوش منفیه. اوکی؟ بذار یه بار ببین. کیو بی که ماکسیمومه منهای این یه تیکه چقدر میشه؟ این اگه باشه 60، اینم هست 60 منهای کیو زرد 60 ضرب در سی ضرب در فاصله تا تار خونسا سی تا. کیو بی چقدر بود؟ کیو اینا دیگه الان برای کیو سی این کیو بیه منهای 60 ضرب در سی ضرب در سی. حالا اگر پایین بخوام حساب کنم چقدر میشه؟ کیو سی مساویه 60 ضرب در سی این مشکی ها این ضرب در 90. چرا 90؟ چون من الان دارم این مستطیل رو حساب میکنم. 60 به اضافه 30 میشه 90. اینو الان جمع بزنید، جواب این و جواب این یکسان در میاد. علی والا ناصر اگه آنلاینی جمع بزن تا من دیگه اگه ببینیم با هم برابر میشه تا کلاس تموم کنیم. یه نکته دیگه، اگه تنش اینجا رو خواستم چی؟ فقط میای این مستطیل رو حساب میکنیم. خب یه نکته ای، جلسه بعدم باز کلی مثال داریم جدار نازک که باید حل کنیم. حواستون به ضخامت ها باشه. برش یه سوال میاد، سوالش هم آسونه و راحت میتونید همه بگیرید. چرا شما فکر میکنید که چسب زیاد مهم نیست؟ من خودم همیشه این حسو دارم. فکر میکنم که مثلا طرف میگه چسب خب مثلا که چی چسبی تو ساختمون چسب کسی استفاده نمیکنه. بچه‌ها مثلا فرض کنید
فونداسیون سازهای فولادی بتونیه. خود من برای من توی یه دونه پروژه اتفاق افتاده بود. وقتی که ستون فولادی میخواد بیاد روی فونداسیون، نمیتونه که رو بتون قرار بگیره که. میان میلیگردار اینجوری میدن بالا، میدن بیرون و سرش رو رزوه میکنن. این یه سری ورق بهش میگن بیس پلیت قرار میدن اونجا، با پیچ سفتش میکنن و اون ستون میاد روی اون ورقه جوش میشه، حالا یا جوش یا پیچ. خب معمولا فونداسیون رو کامل سر تا سری میریزن، بعد دونه دونه میان ستونا رو قرار میدن. حالا این ستونی که داره قرار میده، این یه کامیون میاد حرکت میکنه. علی والو ناصر نیستی؟ یه کامیون میاد حرکت میکنه، میزنه یه دونه از این پیچ‌های رزوه شده رو میشکونه. شما چیکار کنی؟ پایین فونداسیون که بتونیه، میتونی بگی فونداسیون جمع کن از اول؟ نه. اگه بخوای یه تیکش رو بکنی، اون پیوستگی از بین میره. اینجا که چسب وارد کار میشه. شما توی یه دونه فونداسیونتون، این ساختمون باشه، این فونداسیونه دیگه. اینجایی که گیر داره، ما باید گیردارش کنیم یه جوری با پیچ. حالا این چسبه باید بیاد این گیرداریه هم حتی اوکی کنه. ما اینجا یه لنگر داریم، یه برش داریم، یه دونه ممکنه پیچش داشته باشه، ممکنه اثر خمش. علاوه بر این یه نیرو محوری داریم، یه نیرو محوری کششی داریم توی زلزله، ممکنه بخواد در بیاد بیرون، این میشه نیروی کششی. علاوه بر اینا اندرکنش یعنی اثر همزمان مثلا خمش و برش. اندرکنش خمش و برش یعنی اثر همزمان برش و خمش. اندرکنش نیروی محوری و خمش یعنی اثر همزمان. پس شما باید این چسب الان دیگه هیچ جا بهتون نمیگه، ولی به عنوان مهندس باید انقدر مقاوم مسئولات خوب باشه که گزینه. ببین مثلا برش رو از نرم افزار میری یه سری، بعد تنشاشو به دست میاره. اون چسبی که میگیری باید مقاومتش بیشتر از، میگم اینو میشه حساب کنی، بیشتر از این تنش ها باشه. همه فهمیدن اینو؟ دیگه وقت ناهاره، نمیخواد حساب کنی اصلا، یکسان میشه دیگه. بذار خودم حساب کنم واسهتون. همه اگه فهمیدن دیگه وقت ناهاره. بچه‌ها تو این هفته‌های آخر امیدوارم فقط وقتی رو از دست ندید، چون واقعا حیفه. وقتی رو از دست ندید. بعد یه حضور غیابتونم همین پلاساییه که فرستادیم. آره این شده 162,000. این چقدر میشه؟ 9 تا 18 تا، این هم باید بشه 162,000. درسته علی والوناسه؟ پلاسا رو بفرستید و برید به سلامت، خسته نباشید. باش. آقای والوناصر